فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى وبعد. بینندگان نهایت گرامی، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما دوستان عزیز هستم در سلسله از برنامه‌های احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته این برنامه خدمت شما دوستان عزیز احکامی را بیان کردیم که متعلق به اوانی یا ظرفهای کفار بود که آیا ما میتونیم از ظرفها اوانی کفار، چه ظرفهای خوردنی یا نوشیدنی باشه، استفاده کنیم. و همچنین در مورد گوشت الاغ یا خر که آیا گوشت الاغ یا خر حرام است و یا نجس و ناپاک است، احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده بود در درس گذشته خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردم. و در این قسمتی از برنامه خدمت شما دوستان عزیز اولا احادیث را تقدیم میکنم که متعلق به نجس یا ناپاک بودن آب منی هست، که آیا آب منی نجس است یا نجس نیست، و اگر در کالای انسان میزنه، کالای انسان یعنی با آب منی چیز میشه، آیا شستن از او واجب است یا واجب نیست، دور کردن از او واجب است یا واجب نیست. در این مورد حدیث وارد شده، حدیث متفق علیه از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاة في ذلك الثوب و انا انظر الى اثر الغسل. راوی این حدیث حضرت صدیقه طاهره عایشه بنت صدیق رضی الله عنهما است که ایشان ام المؤمنین زوجه طاهره پیامبر خدا بودند و یگانه زوجه بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بکر با آنها ازدواج کردند و وقتی که 6 ساله بودند در سال 10 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را خواستگاری کردند و بعد از هجرت به مدینه منوره در سال 2 هجری وقتی که تقریبا 9 سال عمر داشتند آنها به خانه نبوت آورده شدند و یکی از ازواج مطهرات، یکی از امهات المؤمنین قرار گرفتند و ایشان با احادیث صحیح که ثابت است محبوب ترین و دوست داشته ترین ازواج مطهرات نزد پیامبر خدا بودند و مدتی که با پیامبر خدا زنده بود، مدت 10 سال، آنها از پیامبر خدا علم زیادی آموختند، خصوصا علومی که متعلق به امور زنها و خانمها بود و بعد وفات پیغمبر خدا یک مدرسه قرار گرفتند من حیث یک مدرسه
فتوا بودن پیش صحابه، خصوصا اموری که متعلق به امور زنها، متعلق به امور تعامل خانوادگی و امور متعلق به آنچه که غیر از زنها کسی دیگری به او آگاهی پیدا کرده نمیتونه. همه این امور تقریبا مرجعش به حضرت عایشه میگرده و همه صحابه از ایشان استفاده میکردن و گفتن که پدرشان حضرت ابوبکر خلیفه اول و مادرشان ام رومان بنت عامر بود و وقتی از پیغمبر خدا اجازه گرفتن که من میخوام که با خود یک کنه داشته باشم، پیغمبر صلی الله علیه و آله برشان فرمودن که تکنی به ابن اختک عبدالله، تو میتونی که با پسر خواهرت که خواهرش اسما بود به نام پسری از او عبدالله ابن زبیر تو هم کنیه بگذاری، لذا ایشان را ام عبدالله گفته میشد. و ایشان تا سال 58 هجری حیات داشتند و در 16 ماه مبارک رمضان شب 17 رمضان در مدینه منوره سال 58 هجری وفات کردند و حضرت ابو هریره نماز جنازه ایشان را خواند و در بقیع الغرقد دفن شدند. ام المؤمنین حضرت عایشه روایت کردند، البته این حدیث هم از جمله احادیث است که یعنی غیر از خانم انسان کسی با اطلاع پیدا کنه نمیتونه و حضرت عایشه چون خانم پیغمبر خدا بودن به این امر اطلاع پیدا کردن و این علم را برای ما نقل دادن که تا روز قیامت این حکم جریان داره. ایشان میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یغسل المنیه، پیغمبر خدا وقتی که آب منی بر کالای ایشان اصابت میکرد آن را میشستن، غسل میدادن، میشستن، ثم یخرج الى الصلاه فی ذلك الثوب، دمو کالایی که در بدنشان بود با مو کالا بیرون میشدن و به مسجد به خاطر ادای نماز میرفتن، یعنی کالا را دوباره عوض نمیکردن، بدل نمیکردن، بلکه امو کالایی که دو منی اصابت کرده بود با مو کالا بعد از اینکه منی را میشستن با مو کالا به مسجد میرفتن و انا انظر الى اثر الغسل، در حالی که ما اثر شستن اثر غسل در کالای پیغمبر خدا میدیدم، یعنی پیغمبر خدا کالای خود را میشستن در حالی که آبی که توسط شسته بود آثار غسل در او موجود بود، با مو کالا به مسجد میرفتن. این هم حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم را روایت میکنه و این حدیث دلالت به این میکنه که باید منی وقتی که در کالای انسان اصابت میکنه شسته شود. لیکن ما چند روایت دیگه هم داریم در امام مسلم، در صحیح مسلم و همچنین در کتاب‌های دیگری در بیهقی و دارقطنی و ابن خزیمه، این علما هم احادیث دیگری روایت کردن که دلالت به این میکنه که شستن امر واجبی و لازمی نیست، بلکه میشه که انسان توسط وسایل دیگری آب منی را از کالای خود دور کنه، مثل فرک، یعنی مالش دادن کالا تا که او از بین آثار منی از بین بره و همچنین حک یعنی با انگشت یا با ناخن او را شقیده شود تا که او از بین بره و همچنین حد هم به این معنی میگه که او را شقیده شود با انگشت تا که او از بین بره. امام مسلم روایت میکنه لقد كنت افركه، از حضرت عایشه، لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلی الله علیه و آله فرکا فیصلی فيه، وقتی که در کالای پیغمبر خدا آب منی اصابت میکرد من آن را از کالای پیغمبر خدا دور میکردم توسط فرک یعنی شقیدن، کالا را با دو انگشت با اطراف انگشتان هر دوست به این شکل شقیدن، به این شکل شقیده شود تا که آثار منی از بین برود. و همچنین در لفظ دیگری در امام مسلم آمده لقد كنت احكه یابسا بظفری من ثوبه، وقتی که آب منی در کالای پیغمبر خدا خشک میشد ما او را با انگشت خود با ناخن انگشت خود پاک میکردم، به این شکل او را میشقیدم تا که او پاک میشد. و همچنین در دارقطنی، در سنن دارقطنی و همچنین در ابن خزیمه هم روایت میکنه حضرت عایشه که ایشون میفرمایند انها كانت تحط المنی من ثوب رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یصلی، که پیغمبر خدا استاده میشد نماز میخواند و حضرت عایشه متوجه میشد که در کالای ایشان منی اصابت کرده، حضرت عایشه میگه من استاد میشدم و منی را از کالای ایشان با توسط انگشت خود شقیده او را پاک میکردم و از آثار از او را از بین میبردم. در مورد از که از این احادیث، مجموع این روایات، مجموع این احادیث ما چه احکام استنباط میکنیم؟ در این مورد ما حدیثی داریم. اول حدیثی که خدمتتون تقدیم کردم حدیث متفق علیه، لفظ متفق علیه که غسل است، غسل منی است
و الفاظ دیگری از تنها صحیح مسلم را روایت کرده که دو فرق و حق است و همچنین احادیثی که دیگر علمای بزرگوار روایت کردن که حتی یعنی شقیدن توسط انگشت و توسط اطراف اصابع. این احادیث مجموعاً به دو چیز دلالت میکنه. حدیث متفق علیه دلالت به این میکنه که منی باید شسته شود و این نتیجه است که نجس و ناپاک است. و اما احادیث دیگری که مسلم روایت کرده به این دلالت میکنه که منی اگر توسط وسایل دیگری دور شود ضرورت به شستن پیدا نمیکنه، لذا نجس و ناپاک نیست. لذا علما به دو دسته تبدیل شدن. یک مجموعه علما که علمای احناف و علمای مذهب امام مالک و مذهب حنفی و همچنین روایتی از امام احمد است. این مجموعه علما رحمهم الله به این نظر هستند که نجس منی از جمله چیزهای نجس و ناپاک است. لذا علما هم این حدیث را در باب ازالت نجاست ذکر میکنند، در ابوابی که پاک کردن از او ابوابی که چیزهای نجس را ذکر میکنه تا که اونها ازاله و پاک شوند. و اونها با دلیل میگیرن به حدیث متفق علیه حضرت عایشه فرمود که ما از کالای پیغمبر خدا منی را میشستم و شستن دلالت به وجوب و نجاست از او میکنه، چون وقتی شسته میشه کالا که کالا نجس و ناپاک شود. و همچنین میگن که ما با قیاس دلیل گرفتن و قیاس کردنی را با دیگر فضلات چیزهایی که از جسم انسان بیرون میشه از طریق راه پس یا پیش، یعنی بول و غائط، چون مخرجشان یکی است. مخرج بول مخرج منی یکی است. بول چون نجس است، پیشاب نجس است، لذا منی هم نجس است. و همچنین ماده‌ای که از او تحلیل میشه، از او جدا میشه، یکی است، همش غذاست. وقتی انسان غذا را میخوره قسمتی از او به انرژی بدل میشه و یک قسمتی از او هم به طعام یا شراب و یک قسمتی از او هم به منی که در پشت مرد قرار میگیره. و چون همه از یک ماده چیز میشن برگرفته میشن و همه از یک راه خارج میشن، لذا اونها وجه مشترک دارن. چون بول و غائط حرام است، نجس است، لذا منی هم نجس است. و همچنین گفتن که حدیث غسل حدیث متفق علیه است و همچنین لیکن حدیث در روایت‌های دیگری که آمده که فرق یا حق این دلالت به این نمیکنه که غسل از او واجب نیست، بلکه مفهومی از این است که بعد از اینکه اون را فرق میکرد، یعنی اون را با پنجه های خود دور میکردن یا با انگشت های خود دور میکردن یا با توسط شقیدن دور میکردن، باز دوباره او را غسل میدادن. لیکن امام شافعی رحمت الله علیه قولشون این است و همچنین روایتی از امام احمد است که منی نجس و ناپاک نیست، به خاطر از اینکه به خاطر روایتایی که در امام مسلم آمده، روایت فرق و حق، و این فرق حق دلالت به این میکنه که نجس نیست. اگر نجاست میبود باید لازما شسته میشد. لیکن حدیث متفق علیه حدیث غسل میگن به خاطر ندب و استحباب است، یعنی مستحب است که شسته شود. اگر شسته هم نشود توسط وسایل دیگری دور شود، لطه تر کرده شود و از بین برده شود، توسط پنجه ناخن شقیده شود از بین برده شود یا خودی کالا شقیده شود از بین برده شود، این پاک میشه و این امر دلالت به این میکنه که منی نجس نیست. و همچنین میگن که منی ماده است که از او انسان ها پاک پیدا میشه، از او پیغمبر ها پیدا میشه و ما گفته نمیتونیم که پیغمبر از یک ماده نجس و ناپاک پیدا شده، لذا منی در ذات خود نجس و ناپاک نیست. لیکن وقتی که در کالا اصابت میکنه باید او دور شود از کالا، توسط هر چیزی که دور میشه، یا توسط شستن یا توسط فشار دادن یا با ناخن او را کندن. لیکن علما از جمله ابن حجر میگن که اختلافی در بین این اقوال نیست، چون یا اختلاف تعارضی در بین احادیث نیست، چون علمای احناف یا همچنین علمای مذهب مالکی رحمهم الله وقتی که قائل به نجس بودنی چی هستن، منی هستن، میگن که منی در ذات خود نجس و ناپاک است، لیکن پاکی از او با وسایل مختلفی میشه، همچنانه که به شستن میشه، به
حک و فرق هم میشه. و همچنین علمای مذهبی شافعی رحمهم الله وقتی که قائل به هستند که منی در ذات خود نجس نیست، میگویند که احادیثی که درباره شستن از اوست به خاطر ندب استحباب است، و اما احادیثی که درباره فرق و حک است دلالت به این میکنه که او نجس نیست و میتونه که بدون شستن هم او را پاک کنیم، کالا را پاک کنیم. ابن حجر رحمت الله علیه وقتی که اقوال ذکر میکنه مذهب شافعی را ترجمه میکنه، میگن که ظاهرا مذهب شافعی با ارجح تر است، اما امام شوکانی وقتی که اقوال ذکر میکنه مذهب حنفی و مذهب مالکی را تقریبا که مذهب جمهور علما است را ترجمه میکنه که ما از لاوبالای احادیث را استنباط میکنیم که منی در ذات خود نجس و ناپاک است و باید شسته شود، و اگر هم شسته نشود با دیگه وسایل دیگه که استخدام شود او پاک میشه و او چیزی نیست که دلالت بر نجاست از او نکنه، او خودش نجس است، لیکن میشه که به توسط شستن یا توسط وسایل دیگری او را ما از بین ببریم و کالا را بعد از او پاک کنیم. این بود دوستان عزیز احکامی که ما از لاوبالای این احادیث استنباط کردیم، و بعد از او حدیث دیگری تقریبا نزدیک به این حدیث است که احکامی خون حیض و نفاس را برای ما بیان میکنه که آیا خون حیض و نفاس پاک است و یا ناپاک است. در این مورد از اسماء بنت ابی بکر دختر دیگری حضرت صدیق ابوبکر رضی الله عنه روایت شده ان النبی صلی الله علیه و سلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد خون حیض که وقتی که با کالا اصابت میکنه فرمودن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. پیغمبر خدا فرمودن با حضرت اسماء بنت ابوبکر که وقتی که کالای تو خون حیض اصابت میکنه باید چه کنی؟ تحته، اول شی باید او را از بین ببری، آثار از او را توسط پنجه یا انگشتت از بین ببری که با انگشت شقیده شوه یا اینکه توسط ناخن شقیده شوه که آثار از او از بین بروه. ثم تقرصه بالماء، بعد از او با آب او را میشقی، آب را انداخته کالا شقیده شوه. ثم تنضحه، بعد از او دیگه آب در سر از او انداخته شوه، یعنی به سه مرحله. مرحله اول با امرای انگشت آثار از او طرف شوه، مرحله دوم آب انداخته کالا شقیده شوه، مرحله سوم آب را انداخته شوه که در بالای از او بالای کالا جریان پیدا کنه آب و با توسط از او پاک میشه. و در روایت دیگه است که وقتی که تو این کارها را کردی باز هم اثر از او باقی ماند، ثم لا تضرك اثره، یعنی بعد از کردن این سه مرحله که را توسط ناخن خود پاک کو و بعد از توسط شقیدن کالا به دیگر پاک کو و بعد از سر از آب بریز، باز هم آثار از او ماند، دیگه او اشکالی نداره، لیکن باید انسان کوشش کنه که از کالایش دور شود. این حدیث هم حدیثی متفق علیه است و راوی حدیث گفتم که اسماء بنت ابی بکر مادر عبدالله ابن زبیر که اسماء بنت ابی بکر دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و از حضرت عایشه 10 سال بزرگتر بود و ایشان به ازدواج صحابی بزرگوار حواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم زبیر ابن عوام در آورده شد و از ایشان عبدالله ابن زبیر شخصیت بزرگوار تولد شد و در مکه ایمان آوردن و مشهور به ذات النطاقین بودن و با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. وقتی که زنها با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن ایشان هم در زمین از اونها بود که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن و زنده بودن تا سال 73 بعد از اینکه پسرشان عبدالله توسط حجاج شهید کرده شد. بعد از او یک ماه بعد ایشان هم در مکه مکرمه وفات کردند در حالی که 100 سال عمر داشتند و به لقاء الله پیوستند. و این حدیث هم دلالت گفتم به این میکنه که خون حیض و همچنین خون نفاس نجس است، ناپاک است. وقتی که در کالای انسان اصابت میکنه باید او کالا انسان آخری کوشش خود را به خرج بدهد تا که او را از او کالا دور بکنه و اثری از او در کالا نبانه. و این به اتفاق علماست، هیچ یکی از علما در این مورد اختلاف نظر ندارن، همه به اتفاق هستند که دم حیض نجس است و دور کردن از او از کالا واجب است و وقتی که در کالای انسان خون حیض یا خون نفاس اصابت کنه با او نماز بخونه نمازش صحیح نیست، باید دوباره نماز خود اعاده کنه.
دوستان عزیز، بعد از دیدن یک برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستیم و با حکم جدیدی از احکام احادیث گرانبهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر 3 خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او تعالی نیست با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان نهایت گرامی، در قسمت اولی برنامه خدمت شما دوستان عزیز 2 حکم از احکام را بیان کردم که پیغمبر خدا را در احادیث گرانبهای خود خدمت برای ما بیان کرده بود. حکم اول در مورد حکم منی که آیا نجس است یا نجس نیست و دور کردن از او از کالا واجب است یا واجب نیست، و همچنین حکم دوم در مورد حکم خون حیض که او نجس است و دور کردن از او از کالا واجب است، و کالا وقتی که در او خون حیض اصابت میکنه در او کالا نماز خواندن و عبادت کردن درست نیست، و اگر کسی به این حالت نماز میخونه باید نماز خود دوباره اعاده کنه. و حدیث بعدی که علما در این باب ازاله نجاست که نجاست باید دور شود از انسان پیش از اینکه اراده نماز میکنه یا اراده عبادت میکنه باید نجاست از خود دور بکنه. حدیث است در مولد پیشاب طفل خرد که دختر باشه پسر باشه، از صحابی به نام ابو السمح روایت شده که این صحابی بزرگوار ابو السمح روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یغسل من بول الجاریه و یرش من بول الغلام. ابو السمح راوی این حدیث یکی از خادمای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در روایت دیگه میگه که کنت اخدم النبی صلی الله علیه و سلم، که ما خدمت پیغمبر خدا را میکردم و نامشان یاد بود، و از پیغمبر خدا فقط یک حدیث روایت کردن که امی حدیث است، حدیث بول غلام و بول جاریه. این صحابی بزرگوار روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد پیشاب طفل فرمودن یغسل من بول الجاریه، وقتی که پیشاب دختر با کالای انسان اصابت میکنه باید شسته شود. و یرش من بول الغلام، وقتی که پیشاب پسر با کالای انسان اصابت میکنه باید او شستن از او واجب نیست، که فقط رش یعنی انداختن آب توسط انگشته ها یا ریختاندن یا بالای موقع کفایت میکنه و بس است، و اما شستن از او فشردن از او واجب نیست. این حدیث را ابو داود و نسائی روایت میکنه و همچنین حاکم روایت میکنه و حکم به صحت از او داره که این حدیثی صحیح است. و روایت های دیگری هم در این مورد آمده که ابن ماجه و ابن خزیمه از این صحابی بزرگوار ابو سمح روایت میکنه که میگه كنت اخدم النبی صلی الله علیه و سلم فاوتی بحسن و حسین فبال علی صدری، من خدمت پیغمبر خدا را انجام میدادم که یک روز حضرت حسن و حسین ریحانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو گل خوشبوی پیغمبر خدا و سروری جوانان جنت نزد پیغمبر صلی الله علیه و آورده شد. یکی از آنها در سینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاشه کردن، یعنی پیشاب کردن،
فجئت اغسله، ما بلند شدم آمدم که کالای پیغمبر خدا را بشویم. پیغمبر خدا فرمود یغسل من بول الجاریه و یرش من بول الغلام. وقتی که در کالای انسان با پیشابی دختر اصابت میکنه از او شسته میشه، لیکن وقتی که پیشابی پسر اصابت میکنه کفایت میکنه که رش شوه، یعنی آب توسط انگشتا یا انداخته شوه یا فقط در سر از او انداخته شوه. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله او را از شستن منع کرد، گفت شستن از ضرور نیست، فقط آب را آوردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله با او رش کرد، یعنی آب را توسط انگشتان خود بالای از او موقعی که شاشه شده بود انداخت. و همچنین روایت دیگه از احمد و ابو داود، در امام احمد روایت میکنه و همچنین ابو داود و حاکم روایت میکنه و این حدیث از صحابی بزرگوار ابو لبابه است که ایشان فرمودند که حضرت حسن در کالای پیغمبر خدا پیشاب نمود. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند یغسل من بول الانثى و ینضح من بول الذکر. از دختر بچه، وقتی که بچه دختر بوده باشه در او صورت پیشاب کنه، در پیشابی از او باید شسته شود. اما وقتی که مرد بچه یعنی پسر بوده باشه در او صورت نزح کفایت میگه. نزح ریختن آب را میگه، یکی رش است یکی نزح. رش توسط پنجه ها آب را قطره قطره انداختن، اما نزح آب را کمک در بالای یک چیز انداختن که جاری نشوه، به اندازه انداخته شده که جاری نشوه، باید که قطراتی از او بچکه لیکن جاری نشوه را نزح گفته میشه. و همچنین روایت دیگری هم از امام علی رضی الله عنه روایت شده که ایشون فرمودن قال نبی صلی الله علیه و سلم فی بول الرضیع. پیغمبر خدا در مورد پیشاب پسری که بچه‌ای که شیرخوار بوده باشه، به حد از این نرسیده که نان بخوره، فرمودن ينضح بول الغلام و تغسل البول الجاریه، که پیشاب بچه پیشاب پسر نضح کرده میشه، این سری از او آب انداخته میشه، اما پیشاب دختر غسل داده میشه. و همچنین به این معنا از حضرت عایشه هم روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کسی پسر خود را پیش پیغمبر صلی الله علیه و آورد تا که رو حنکه کنه، یعنی در کامی از او چیزی ببانه، شیرینی ببانه. پیغمبر فبال علیه فاتبعه الماء، من پسر خورد در بغل پیغمبر هم شاشه کرد، پیغمبر صلی الله علیه و او را نشست، فقط آبی سر از او انداخت و به مو کفایت کرد، اکتفا کرد. مجموع این احادیث به این دلالت میکنه، از ما این حکم را استنباط میکنیم که پیشاب دختر باید شسته شود. البته طفلی که تا هنوز به سن خوردن و نوشیدن نرسیده، در مرحله است که فقط غیر از شیر چیزی دیگر نمیخوره، فقط از شیر استفاده میکنه. اما وقتی که بر مرحله میرسه که او نان میخوره و در اون صورت اتفاق علما است که پیشاب هر دویش، چه پسر باشه چه دختر باشه، باید شسته شود. لیکن در وقتی که در مرحله بوده باشه که فقط شیر میخوره، در اون صورت نظر به این احادیث شستن پیشاب بچه پسر واجب نیست، کفایت میکنه که ما سری از او با انگشتای خود آب بزنیم یا آب را سری از او کمکی بندازیم. و اما اگر دختر بوده باشه او را باید بشویم. و حکمت دیست که چون پسر را بیشتر انسان در بغل خود میگیره و پسر را بیشتر با خود برداشته انسانی طرف میروه و همیشه یعنی انسان معرض به است که در بغل از او، در کاله از او پسر پیشاب کنه. لذا به خاطر تخفیف پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حکم را صادر کرده. و الا در نجس بودن هر دو یک چیز هستند، یعنی همچنانه که پیشاب پسر نجس است پیشاب دختر هم نجس است، هر دو نجس و ناپاک هستند. در ناپاکیشان هیچ اتفاقی هیچ اختلافی نیست، همه به این متفق هستند که پیشاب نجس است، چه از پسر باشه چه از دختر باشه. لیکن به خاطر تخفیف پیغمبر خدا در مورد پسر فرمودن که کفایت میکنه که در سر از آب انداخته شود توسط انگشت‌ها یا آب کمی در جای از او انداخته شود و شستنش واجب نیست. لذا علمای شوافی رحمهم الله و دیگر بعضی از علما به این حدیث دلیل گرفتن و گفتن که شستن پیشاب پسر واجب نیست و کفایت میکنه. اما علمای احناف از این حدیث و همچنین علمای مالکی از این حدیث دلیل نگرفتند و گفتند که پیشاب همش نجس است و
چه از دختر باشه چه از پسر باشه و در هر صورت باید شسته شود و این احادیث را با بعضی تأویلاتی که دارن تأویل کردن، لذا به حدیث استدلال نکردن. و بعضی علما جمله امام اوزاعی رأیشون به است که در هر صورت ما میتونیم که از رش استفاده کنیم و البته این تقریبا رأی ضعیف است. هیچ علما غیر از امام اوزاعی به این رأی قائل نیست. این بود دوستان عزیز احکام متعلق به پیشاب. اولا در اصل پیشاب یک چیزی نجس و ناپاک است، لیکن پیغمبر خدا نظر به این حدیث پیشاب پسر را استثناء کرده، فقط به خاطری که تکلیف و مشقت برای مردم زیادتر نشود و الا در نجس بودن و ناپاک بودنش هیچ علما اختلاف نظر ندارند. و تا دیدار آینده، تا درس آینده با شما خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.